پیش از همه خداوند یکتا قادر به همتا را سپاسگزاریم و به اهل عائله و خویش نزدیکان هیئت محبوسان منتداری خود را بیان میکنم و همه ما و شما میدانیم که در تاجیکستان سخن حق این سود شدگی است. آدمی که حق میگه مانند زلیخا که و اذا غلبت الابواب و قالت هیت لک، و زمانی که از زلیخا درها را بست و قالت هیت لک و گفت که با یوسف بیا گناه بکن و یوسف چی گفت؟ معاذ الله، پناه به خدا. و همه ما شما میدونیم که کسی که به سخنهای رحمانوف لبی نگه به حرامخوری و حرامکاری رحمانوف اگر نروه باید چی بگم؟ معاذ الله، پناه به خدا بگود. داخل یا زندان میشه اگر کسی گفت. مانند که سالی گذشته استاد شهید عمرعلی قوت دمی شهید ترکیه کشته شد برای چی که گفت معاذ الله، پناه به خدا. مقصود ابراهیموف کارچه زدنش و بردن زندانش کرد برای چی؟ گفت معاذ الله، پناه به خدا. و این هیئتی اعضای حزب نهضت هم معاذ الله، پناه به خدا گفتن. گپی امام علی گپی پیانسکایی مشنی که نگرفتن داخل زندان شدن و اینجا کودکای معصوم بگناه و اینجا زنها آمدن. باید ما شرم ای که در میدانا امروز زنها میبرن کودکا میبرن ما میترسیم جگا میشیم. تو کجا را جگا میشیم؟ تو کجا را میرین؟ حتما روزهای آزادی را انشاءالله ما میبینیم، ولی تا روزی میبینیم باور کنین شاید که هزارها داخل زندان برود، شاید هزارها برود. چخیره که در روسیه کشته استن، در روسیه بچه های یاش جوان یاش خانه کشته استن. یگان تیوا برزید امام علی نبود، یگان تیوا گپی حق نگو، فقط برای زندگی رزق روزیشون بده کشتنشون. انا کسی که با این بدبختی امام علی، با این ناکس نالایق، با این وطن فروش خواهین کسی لبی میگه باور کنه جزای سخت هم در دنیا میبینه هم در قیامت. باید که ما دایره فیرنده این قانون هایی که امام علی برآورد یگان تا مخالف نکنیم. الیس الله باحکم الحاکمین، خداوند میگه که ما بهترین حکم کننده ایم. ما باید که با قانون خدا عمل کنیم. این قانون های یگان در دایره اسلام، در دایره شریعت، در دایره ملت دوستی، مردم دوستی و مسلمانی نیست. باید که ما در این قانون های راضی نباشیم، به میدان ها ببراییم. ما طرفدار میدان هاییم که جوان های تاجیکستان ببراین، لیکن فقط سخنشون سخنی حق باشه، نه اینکه از ظالم و یک وطن فروش، ملت فروش و یک قوم پرست باید سخن کنیم. اون میدانای نه که امروز میبراین سببش نمیدونیم برای چی برآمدگی شرمندگان. اون میدانا نه، میدانایی که باید هدف بدونی برای چی برآمدگی. هدف یعنی سرنگون کردن وطن فروش ظالم قاتل یوگاش رحمان امام علی شریف بود. دیدم که جوانان ان شاء الله میبرن سرنگون میکنن و اون نفرایی هم که در میدان برآوردگی امروز کوکراواری میمونهشون هیچ غم نه، اونا هم سربازای ما میشن. و هم جوانایی که در میدان برآوردگی شده اقلا امروز در میدان راست ایستادن یاد بگیرن دوام شما میکنه. بعد هم جوانا سرنگون میکنه. در آخر گفتنم برادرای عزیز، هموطنای عزیز، تماشا نکنین ای پسی ویدیو ای پسی درها. همه ما شما مسلمانیم. صفتی ناترسی و صفتی ایمانداری فقط در مسلمانی است. مردک صفتی ناترسی و بغیرتی را دارد. امروز کودکای اینجا معصوم بگناه زنها آمدگن ما پشتی ویدیو تماشا بینیم، پشتی درها و در خانه‌ها شیشتگی تماشا بینیم. این صفتون را پرتایم برادرای عزیز. بعد این رحم‌آقل اولاد حکومت راههای بدبختی را رفته هستند، دارن راههای شکست سرنگونیشون را قدم میزنن. ای تمام شما خواهش داریم که فقط خف نکنید. خف کردن، خاموشی دادن، ترسیدن شما را هلاک میکنه، ای بای میبره. و ما علینا الی البلاغ المبین.